سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدم داخل این ویدیو بهتون یک اتچمنت گان اودن معرفی کنم که میتونید این گان رو بچینید و تو بتل ازش لذت ببرید و باش بتل رو یاد بگیرید. و گان خیلی خوبی رو با 2-3 تیر میندازه. الان مثلا این گان اودن 25 تیر داره. به بدن این با سخت تیر بزنی با 4 تا شات میندازه و 21 تیر میده. و حالا اگه به سرش تیر بزنی و هدشات بشه با 3 تیر میندازه. و گان بدون لگدی هم هست و خیلی خوب میشه از رنج الان اینجا فاصله نزدیک و لگد تقریبا کمی داره. فاصله وقتی یکم دورتر کنیم همینطور که میبینید فقط هدشات دارن یکم سخته، من نه به بدنش رو حرکت بزنیم. حالا فاصله رو خیلی دور کنیم و به 40 متر بذاریم همینطور که میبینید نسبتا لگد کمی داره و میتونید باش از رنج هم نمی رو کیل کنید. بچه اگه شما هم این اتچمنت رو میخواین حتما لایک کنید این ویدیو رو و ممنون میشم کانالمون رو سابسکرایب کنید. بچه واقعا رنجش رو ببینید از چه رنجی میزنه. بچه این گان واقعا خیلی گان خوبیه. همونطور که میبینید خیلی راحت نهایتا با 4 یا 5 تیر طرف رو میتونید ناک کنید و بزنیدش. اگر از این ویدیو خوشت اومد لایک کن و کانالمون رو سابسکرایب کن. آخر این ویدیو هم اتچمنت این اودن رو براتون گذاشتم. خدایا نگهدارتون.